اونطوری که اعلام شده از طریق مراجع رسمی، اولا این دوتا رو باید تفکیک قائل بشیم. اتباعی که مجاز هستند، یعنی از طریق قانونی وارد شدند، اقامت قانونی دارن، اینها بدون دغدغه و مشکل به زندگیشون ادامه میدن. اتباع غیر مجاز 2-3 بار براشون یک به اصطلاح زمان تعیین شده که اینها خارج بشوند که آخرینش 15 تیر ماه بود. منتها به دلیل اینکه شرایط گرمای تابستان و نداشتن ظرفیت‌های لازم در اون طرف مرز، یعنی در اسلام قلعه که یک روز حتما اطلاع دارین در روز 4 تیر ماه حدود 38,000 نفر از مرز خارج شدند که عمده اینها خود معرف بودند. ما چون اون طرف ظرفیت پذیرش و زیرساخت لازم رو نداره، قرار شد یه مقدار با هماهنگی دو طرف این کار انجام بگیره. اما زمان نهاییش رو فکر میکنم آخرین وقتی که اعلام شده 15 شهریور ماه باشه. قطعا 15 شهریور آخرین زمان هست و اگر بعد از اون تاریخ کسانی بخوان خارج بشن مشمول جریمه اقامت غیرقانونی خواهند شد، ولی تا 15 شهریور نه جریمه اقامت پرداخت میکنن و نه این که مشکلی برای